پروردگار در سوره مبارکه توبه برای بندگان خودش وعده خودش را آشکار میکند. وعد الله المؤمنین والمؤمنات. ای محمد، برای بندگان از نام پروردگار وعده پروردگار را به گوش بندگان من برسان. من وعده میدهم، پروردگار برای بنده های خود وعد الله المؤمنین والمؤمنات، الله میگوید وعده میدهم برای آن بندگان، برای آن مردانی که در دنیا ایمان آوردند، برای آن مردانی که بر روز قیامت باوری دارند، پشتیبانی از امر خدا میکنند، دوستداری از حبیبش محمد میکنند. پروردگار میگوید وعده بده، وعده میدهم مؤمنها را و وعده میدهم والمؤمنات، زنهای مؤمن، زنهایی که ایمان به خدا آوردند، زنهایی که اطاعت الله کردند، زنهایی که در زیر چارچوبه قرآن و حدیث حیات خودشان سپری کردند. الله میگوید هم مردهای مؤمن را هم زنهای مؤمن را وعده من این است، چیست؟ جنات تجری من تحتها الانهار. پروردگار میگوید این ایمان آوردن این نعمت است. الله میگوید چه نعمت قیمتی هست، این به دلار و این به یورو خریده نمی شود. این نعمتی هست که پروردگار برای بندگان محبوب خود این نعمت ایمان نصیب میگرداند. شما همگیتان دادرای عزیز، مادران خواهرای عزیز، به نام الله اگر یک شبانه روز 24 ساعت باشد، تمام شب شما اگر شکر به سوی خدا کنید که ای الله هزارها شکر سپاس به سوی تو که مرا ایمان نصیب گردانیدی، مرا با خودت شناس گردانیدی، این کم است، این کم است. پروردگار وعده میدهد، ببین وعده برای مؤمن ها میدهد، وعده برای زنهای ایماندار جنت وعده میدهد. جنت من نصیب بندگانی هست که نصیب زنهای هست که ایمان به من میارند، به بزرگی من قائلند، وجود مرا انکار نمی سازند. الله اینها را وعده میدهد. در برابر این دادر عزیز ببینید در خود همین سوره توبه وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم. پروردگار میگوید چگونه که بندگان مؤمن خدا، بندگان ایماندار خدا، زنهای ایماندار خدا جنت وعده دادم، همچنان وعده میدهم برای منافق ها، چه مرد منافق باشد چه زن منافق باشد، والکفار برای آن کسانی که کفر ورزیدند، برای حکومت الهی را از بین بردن، برای ضربه زدن در قانون قرآن در دنیا مبارزه ها بردن، وجود خدا را انکار کردند، عبادت مردم را مسخره کردند. اینها را پروردگار گفت برای شما نیز وعده هست. چی وعده است؟ چی وعده است؟ نار جهنم خالدن فیها. برای شما هم من دوزخ آماده کردم که شما مخلدی در دوزخ میمانید. ببینید پروردگار در برابر وعده بر مؤمنها، چی مردها و چی زنها، اگر جنت وعده کرده باشد، برای منافقها، برای کافرها پروردگار دوزخشان وعده کرد. ببین منافق، حبیب خدا میگوید آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف و اذا حدث كذب و اذا اؤتمن خان. حبیب خدا که حدیث متفق علیه است، منافق سه نشانه دارد: سخن میگوید، دروغ میگوید، امانت میگذاره، خیانت میکند، وعده میدهد، خلاف میکند. اینا میگویند منافق. پروردگار گفت برای این گروه شخصان ما جنت وعده نکردیم، برای اینا نار جهنم خالدین فیها، برای اینا جهنم است. برادر عزیز و گرامی، حتی
مسلم این حدیث را کمی زائدی با در روایت مسلم هم آمده است و این صام و صلى و زعم انه مسلم. اگر انسان مسلمانه که خودش مسلمان گمان کند و وعده کند خلاف کند، امانت گذاری خیانت کند، سخن گوید دروغ گوید، حبیب خدا گفت نمازخوان و روزدار هم که باشد برای او وعده دوزخ است. برادر عزیز و گرامی کوشش کنین دادر عزیز از مؤمنهای باشد که دروغگو نباشد، از مؤمنهای باشد که در وعدتان خلاف نداشته باشد، از مؤمنهای باشد که در امانت خیانت نکنید، تا که شما را نام مؤمنی تان برداشته می شود و شما عنوان منافقی داده می شود. پروردگار منافق الک وعده داد که جای او کجاست. جنات تجری من تحتها الانهار. برای کی؟ برای آن کسانی که در دنیا ایمان آوردند، برای آن زنهایی که در دنیا ایمان آوردند. ببینید وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. جنتی که درختهای دارد که من جمعه گذشته برای شما گفتم. یسیر راکب فی ظلها 100 سنه ما یقطعها. 100 سال در زیر سایش تو خواه با اسب باشد خواه پیاده باشد سیر کنان می روی سایش قطع نمی شود. چرا پروردگار در همون جنتی که این گونه درختهای سرسبز دارد در زیر او تجری من تحتها الانهار، پروردگار میگوید و زیر این درختهای جنت نهرها راهی روان است، نهرها جویبارهای زیبا و بالای بزیر این درختها روان است. پروردگار در سوره محمد صلی الله علیه و سلم در قرآن این نهرها را با زیبا بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل الجنة التي وعد المتقون. پروردگار میگوید مثال آن جنتی که ما او را برای آدمای خدا ترس وعده کردیم. ببینین ولی جنت برای کی هست؟ برای آن کسانی که ایمانی به خدا دارند. جنت برای آن کسانی که در دنیا از خدا ترسیدند. جنت جای اونهاست. جنت برای آدم منافق و برای آدم کافر حرام از بوی او وارد شدن بر جنت. مثل الجنة التي وعد المتقون. جنتی که ما برای متقی ها وعده کردیم. پروردگار میگوید چگونه است؟ همون نهرهایی که الحال من از سوره توبه پروردگار گفت در زیر درخت ها نهرها جاری است. حالا امروز برادرای ما و شما را ببینیم وقتی دسترس که میشوند بعد دچه ها میسازند. ببین درخت کاری ها میکنن حتمی در زیر اونها جوی ها را روان میکنن. زیراوی منظره زیبا هست، زیراوی دل انسان خوش میکند، طبیعت آدم آرام میگرداند. پروردگار میگوید در زیر درخت های خود نهرهای دارم که از چی عبارتند؟ ببینید می آید در دامی سوره فیها انهار من ماء، ببین فیها انهار من ماء غیر آسن. پروردگار میگوید نهر دارم که عبارت از آب است، عذبة الماء، لیکن از آبهای این دنیا فرق میکند. آب او شیرین است، آب او خنک است. انهار من ماء غیر آسن. مفسران میگن آسین چیست؟ آسین این است که آبی که اگر 100 سال در جای خودم ایستد نه بوی او نه رنگ او نه مزه او تغییر نمییابد. پروردگار میگوید جویهای دارم، آبهای دارم به زیر درختهای جنت میرود که 100 سال در جای خود اگر ایستادگی کند نه رنگ او نه بوی او نه مزه او تغییر نمییابد. بین آب دنیا را یک روز بگذار پگاه رو ببین، خواه مزهش نخوب، خواه رنگش تغییر یافت، خواه برای او یگان بوی پیدا شده است. انهار من ماء غیر آسن.
باز در دوام چی میگه؟ با چگونه جویها در زیر درختها میرود، درختهای جنت. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، پروردگار میگوید در زیر این درختهایی که در جنت آماده کردیم برای شما ای عاشقای جنت، ای بنده های خدا، ای دلسوزهای جنت، الله میگوید برای شما در زیر درختهای جنت نهرهای دارم که عبارت من لبن لم یتغیر طعمه، شیر میرود، شیرها جاری است. لبن، شیری که لم یتغیر طعمه، پروردگار گفت اصلا مزه او تغییر نمییابد. ببین شیرهای دنیایی هر خیل بوی ها دارد، هر خیل ناخوبی ها دارد. با بعض بنده های هست که برای 4 تنگه یافتن باز برای او هر گونه آبها را حرارش میکنند و قیامت خودشان میسوزانند. پروردگار میگوید در زیر این درختهای جنت دویم نهری که میرود این شیر است که مزه او تغییر نمییابد. سوم پروردگار چی گفت؟ در زیر این درختها دارم گفت و انهار من خمر لذت للشاربین، پروردگار گفت در زیر درختهای من باز نهری خمر هست، خمرهایی که لذت للشاربین، اون لذت دارد برای آدم نوشنده. این خمری که در دنیاست این خمر در نظر نیست برادر عزیز. این خمر انسانی که می نوشد ببینین دردی سر دارد. انسان وقتی می نوشد عقلش زایل می شود، لیکن در جنت آن خمری را که پروردگار برای بنده های جنتی خود آماده کرده است و نه در عقل دلال دارد، نه نوشیدن او برای تو سردرد می آرد، بلکه حال تو را با خوب می کند. سیوم جویی که در زیر این درختها می رود چیست؟ این نهرهای خمر هست که برای بندگان خود پروردگار آماده کرده. و انهار من عسل مصفى، پروردگار گفت 4م نهری که در زیر درختها حرکت میکند این نهر عسل است. عسلها گفت در زیر هر گونه عسل، هر گونه مزه و لذت در زیر این درختها جاری است. برای کیها؟ این مثل الجنة التي وعد المتقون، برای آن کسانی که در دنیا ترسیدند، از خدا ترسیدند، رو به سوی خدا آوردند، همیشه برای جنت کوشش کردند، کار کردند. ببینید پروردگار نهرها را در قرآن چندین جای هست، لا تسمعوا فیها لاغیه فیها عین جاریه. شما میتونید سوره غاشیه هم پروردگار همین چشمه های روانه، همین نهرهای روانه پروردگار در سوره غاشیه هم یادآوری کرده. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. ببینید پروردگار میگوید شما در جنت ای بنده های خدا مخلد در جنت میمانید، ابدی در جنت میمانید. مقصد دیگر در جنت حدیثی که بیهقی روایت میکند اذا صار اهل الجنة الى الجنة و اهل النار الى النار جیء بالموت. ببینید حبیب خدا میگوید وقتی که اهل جنت می درآید، وقتی که اهل نار، اهل آتش، اهل دوزخ می درآید، جیء بالموت، مرگ می آرند. حتی یجعل بین الجنة و النار، پیغمبر خدا گفت مرگ می آرند، همون مرگی که در دنیا به سراغ ما و شما آمد. بعضی روایت ها میگن همین مرگ به صورت کشکار میارند بین دوزخ و بین جنت قرار میدهند. در حدیث بخاری، حدیث ترمذی است، میآید که وقتی که اینا به صورت مرگ به صورت خودش میارند، بعدا دوزخی ها را و بهشتی ها را میپرسند هل تعرفون هذا؟ همین شناختین این کیست؟ جنتی ها، دوزخی ها وقتی در دنیا که به سراغ ما این مرگ آمده بود، ما و یکی دیده بودیم، از او می ترسیدیم و شناختیم. قلنا نعم، گفتیم بله پروردگار ما اینا شناختیم، هذا الموت، این مرگ است، این همون مرگ است که در دنیا آمد حیات ما را قطع کرد.
همین مرگ هست که ما را فرصت نداد که با زن و فرزند خود پناه به خدا کنیم. این همون مرگ از ما شناختیم. وقتی این صدا که از جنتی ها و از دوزخی ها که می آمده است، فیذبح، پروردگار امر میکرده است مرگ را ذبح کنید. همون گویم صورت قشقاری که هست، همین مرگ پروردگار ذبح میکند، مرگ نابود میکند. بعد چی میگوید؟ فیقول یا اهل النار یا اهل الجنه، ای اهل جنت، خلود لا موت، اکنون مخلد در جنت مانید، زیرا مرگ پروردگار نابود کرد، مرگ پروردگار کشت، دیگر به سوی شما مرگ سراغ نمی آید، شما مخلدی در جنت میمانید. ببینید اهل جنت وقتی اینو میبینند، این صدا را که میشنوند، لا یزداد فرحا الی فرحهم، خرسندیشان بالای خرسندی میشود، زیرا یگانه چیزی که حیات آدم تلخ میسازد این مرگ است. همون تلخی را پروردگار از بالای بندگانش دور میکنه. پس به سوی دوزخ میگوید ای اهل دوزخ، خلود لا موت، دیگر شما مرگ ندارین، شما مخلدی در دوزخ میمانید. پس برای دوزخی ها چی میشود؟ برای جنتی ها که خرسندی بالای خرسندی شد، حزنهم الی حزن، غم بالای غم اونا را فرا میگیرد که اکنون ما دیگر در دوزخ ابدی عذاب میکشیم. ابدی اینجا خدا ما را جا کرده است. ما در سوره ملک وقتی در قبرستان ها که مرده ها ما میگذاریم، بالای قبرها در همین سوره تبارک وقتی میخوانیم، در همین سوره ملک، سوره تبارک که بسیارتر ما و شما تبارک میگویم، اصل سوره ملک است، وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. پروردگار میگوید از برای آن کسانی که در دنیا کافر شدند، پروردگار باشیشگاه اونها را در دوزخ آماده کرد. یعنی کسی در دنیا که اگر به پروردگار ایمان نآورد، پروردگار را ناسپاسی کرد، اطاعت خدا و رسول همچون مسخره، همچون خنده برای خود قبول کرد، پروردگار گفت برای شما هم باشیشگاهی هست که نام او دوزخ است. پس این آیتی که در سوره توبه هست، خالدن فیها، معنایی را دارد شما مخلدی در جنت میمانید، مخلد در جنت میمانید، دیگر مرگ به سراغ شما نمی آید. برادر عزیز، جنت جایی هست که چگونه که من گفته بودم حیاتش مرگ ندارد. جنت جایی هست که جوانیش پیری ندارد. جنت جایی هست که تندرستیش بیماری ندارد. جنت جایی هست که نعمتش زوال ندارد. جنت جایی هست که جنگ ندارد. جنت جایی هست که غم ندارد. جنت جایی هست که مشکلات دیگر نه گاز دارد، نه آب دارد، نه آرد قیمت می شود، نه روغن قیمت می شود. جایی هست که ابدی همه این غم های زندگی را خدا از سر تو دور می کند. فقط یأکل و یشرب. بنده من بخور، هنیئا بما کنتم تعملون. ای فرزند، ای بنده عزیز، بخور، بنوش، گوارا، راحت کن. تو در جنت، تو در دنیا عذاب کشیدی، تو در دنیا رنج دیدی، اکنون راحت در این جنت ببین. من جمعه گذشته یک حدیث را برای شما گفتم، از بس که انسان هستم، بی غلط نیستم، بی خطا نیستم، بی سهو نیستم، لغزش های زیاد دارم، گناهگارم. یک حدیث برای شما کمی تحلیلی گویم که خطا کردم، میخواهم اون را باز برای اصلاح کردنش به گوش شما رسانم. که من حدیثی را خوانده بودم که پیغمبر خدا گفتند در جنت اهل جنت میخورد، مینوشد، ولا یتغوتون ولا یبولون ولا یمتخطون، یعنی قضای حاجت ندارد، باول ندارد، پیشاب ندارد، آب بینی ندارد. ولکن طعامهم ذلك جشاء، لیکن طعام اونها کجا می شود؟ وقتی اونها طعام می خورند، شراب می نوشند، دنیا دکو قضای حاجت خطی نابود می شوند. در جنت چی؟ ما گفتیم عرق می شود در بدن شما،
و با بوی خوش از بدنتان خارج می شود. لیکن به نام خدا همین جوشاؤن که من قبل از جمعه باز در لغت نگاه کردم از یادم رفت، شما را عرق بدن گفتم، اصلش آرق بوده است. یعنی انسان وقتی طعام میخورد مینوشد آرق میزند. این آرق هایی که در دنیا میزنیم که گلوهای ما را درمند میکند این گونه آرق نیست. آرق های چگونه است؟ یلهمون التسبیح و التکبیر کما یلهمون النفس. دیگه چگونه ای که انسان در دنیا با شمال نفس خود تسبیح میگوید، تکبیر میگوید، در جنت هم همین خیلی تسبیح و تکبیر با همون هوای نفس خود میگوید. حتی تسبیح و تکبیر مشکلات ندارد. همچنان آرق زدن شما هم کرشح المیسک و پیغمبر مثل مشک بوی دارد. حالا بعضی آرق هایی که امروز میزنیم شما حالی مشاهده میکنید که از داخل چقدر یک بوی بدبو از داخل ما و شما بیرون میشود. حبیب خدا گفتن در جنت آرق شما بوی مشک دارد، بوی مشک است. همون طعام شما، همون شراب شما با آرق زدن ملایم آسانی حل می شود. پروردگار وعده داد مؤمن ها را. چی وعده داد؟ جنتی که سیر درخت است، در زیر اون نهرهای شیر، آب، خمر، عسل جاری است. و بعد از آن وعده مان داد که ای بنده های من شما دائمی در جنتین، مخلدی در جنتین. ببینین شما دیگر مرگ به سراغتان نمی آید، ابدی راحت میکنی. خالدن فیها و مساکن طیبه. پروردگار با وعده میدهد بندگان من شما را وعده میدهم که در جنت بغیر آنکه شما سیر و سیاحتی در زیر درختای من دارید، برای شما مسکنهای زیبا ساختیم. مسکن، خانه های بلند آشیانه، چگونه که جمعه گذشته من گفتم 60 میلن 180 کیلومتر من لؤلؤة واحده مجوفه، از لؤلؤ، از مروارید، از مرجان ما برای شما عمارت های زیبا ساختیم. مجوفه کاواک است. ببینید کاواک است داخل او. در حدیث خواندم این فی الجنت غرفا، جنت غرفه دارد، جنت خانه های دارد، کابینت های دارد که چگونه است؟ یورا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. این حبیب خدا گفت برای شما پروردگار در جنت خانه های آماده کرده است که از بیرون درونش تماشا میکنی، از درون بیرونش تماشا میکنی. پروردگار در جنت همین خیل خانه ها از لؤلؤ، از مرجان برای شما بندگانش خداوند چیکار کرده است؟ آماده کرده است. در دوام گفته است لمن اطعم الطعام و افشى السلام و صلى و الناس نیام. برای کیست؟ برای کی است این عمارت های زیبا؟ برای کی است این سیر و گشت جنتی زیبا؟ برای آن کسی که در دنیا طعام میدهد. ببینین برای آن کسی که در دنیا خیر احسان دارد، برای آن کسی که دسترخوان کشاده دارد، برای آن کسی که پول دارد پول در جیبش پنهان نمی کند، برای آن کسی که پول فقط در راه حرام صرف نمی کند، برای دستگیری بنده های خدا، برای یتیم ها، برای بیچاره ها، برای بچه هایی که قوت زنگیری ندارند، برای کسایی که بیچاره ها تا آخر حیاتش یکش کوارتیران زندگی میکنند، برای اونا خانه میخرند، برای کسایی که نمیگذارند که اونها در بدر کارکنی روند، اونا را از مال خود، از زکات خود همیشه چیکار میکنن؟ بهره‌ور میکنن. پیغمبر خدا گفت اون خانه های زیبا برای توست ای مردی که در دنیا پول خودت در راه درست صرف کردی. و افشى السلام، برای آن کسی که با مردم سلام خوب دارد، سلامش طمع ندارد، سلامش غرض ندارد، سلامش از روی دوستی است، سلامش از روی محبت است. این گونه بندگان پروردگار گفت برای شما هم ما در جنت کوشک‌های زیبا آماده کردیم. و صلی و الناس نیام. برای کی؟ پیغمبر گفت برای آن کسانی که شب نماز میخوانند و مردم خوابند. ببینید ساعتهای 2-3 شب وقتی بنده میخیزد همه مردم در خوابند.
وقتی تو میخیزی و طهارت میکنی و رو به سوی خدا میاری و عبادت میکنی، پیغمبر خدا گفت همون مساکین طیبه که خدا در قرآن گفته است برای توست. حالا امروز شما میبینین در تلویزیون همون چمپیونات اروپایی به فوتبال رفته ایستاده است. از ساعت 9 شروع میشود، یک تاش در ساعت 11 تمام میشود، دیگرش قریب از 12 سر میشود تا 2 را تمام میشود. ما تماشا داریم، تا 2 را تماشا میکنیم، لیکن خدا آنقدر انصاف ما نداده است که برای پروردگار 2 رکعت نماز خوانیم. 2 رکعت نماز بین از ساعت 9 10 11 12 1 2 6 ساعت ما منتظر فوتبالیم. 6 ساعت حیات خود در تماشای وی صرف میکنیم، لیکن 5 دقیقه همونه 2 رکعت نماز تهجد، او انصاف خدا از ما گرفته است. او انصاف نیست. تو برای خدا خسته و 2 رکعت نماز، حتی بعضی ما تماشا میکنیم مانده که شدیم بچیم و در حال هم میکشیمش خواب میکنیم، حتی بعضی هم 2 رکعت نماز نمیخوانیم. اگرچه من تماشای را برای شما نمیگویم نادرست است، تماشا کنید، گناه نیست، لیکن انصاف کن. این چمپیونات 1 ماه دوام میکند، لیکن بعد این باز اگر حیاتت باشد تو همون بنده خدایی. حضرت عایشه مادرمان گفت از برای پیغمبر گفتم شب خیستم ساعت 2 شب بود، حبیب خدا بالای جای نماز. گفتم از برای پیغمبر، ای پیغمبری خدا، قدمات ورم کرده، زانوهات مثل زانوهای شتر ورم کردن. غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. آخی پروردگار گناه اول آخری تو را مغفرت کرده است، خواب نمیکنی جانت کمتر راحت کنه. حبیب خدا چی گفتن؟ در جواب پیغمبری خدا گفتن افلا اکون عبدا شکورا. ای عایشه، تو محبوب ترین زنی من هستی، پدر تو محبوب ترین مرد به سوی من است، لیکن این خیستن من، این عبادت من نشانه او است که آیا به سوی پروردگار افلا اکون عبدا شکورا، آیا به سوی پروردگار از جمله بنده های شکرگزار نباشم؟ ببین حدیث های دیگر میگوید پیغمبر خدا ساعت 2 3 شب میشید خانه علی میرفت، خانه دامادش، دختری دوستدارش فاطمه، دروازه او را تق تق میکرد و میگفت الا تصلیان، نماز شب خواندین یا نخواندین؟ ببینید فاطمه را با علی بیدار میکرد، نماز شب خواندین یا نخواندین؟ حبیب خدا برای چی بیدار میکرد دختری دوستدار خدا، دامادی دوستدار خدا برای چی بیدار میکرد؟ به خاطر میدانست که در نماز شب چی راحت است، در نماز شب چی اجر هست برای بندگان نیکبختی است. پروردگار بعد آسمان دنیا می آمده است، رحمتی او می گفته است کجاست بندگانی که از من چی خواهیشی که دارن اجرا کنم، چی مشکلات دارن مشکلات چون دور کنم. پروردگار از بندگانش میپرسیده. برادری عزیز و گرامی، از چمپیونات دیده برای تو 2 رکعت نماز به سوی خدا بهتر و خوبتر است. حبیب خدا گفتند جنت برای این است، مخلد در جنت میمانی، مساکن طیبه، خانه های زیبا پروردگار، فی جنات عدن، فی جنات عدن، جنتی که نعمتش هیچ وقت نمیپوسد، جنتی که نعمتش هیچ وقت انتها آخر ندارد. پروردگار در همون خیل مکان برای تو چی کرد؟ وعده داد که من برای تو مسکن تیار میکنم، من برای تو باشیشگاه آماده میکنم. در دوام پروردگار چی گفت؟ و رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم. اهمیت ده برادر عزیز، آیت قرآن، زیبایی سخن خدا را ببینین. و رضوان من الله اکبر، و در جنت از همه بالاتر چیست؟ ببینین از همه بالاتر در جنت پروردگار میگوید برای تو همون چارجویی که خبر دادم همون است؟ نه. برای تو همون درختایی که 100 ساله در زیرش در سایگی ها سیر میکنی همون است؟ نه گفت پروردگار. و همون جنتی که زمینش مشک است، نهرهای زیبا دارد، حیاتش مرگ ندارد همون است؟ نه. پروردگار از حدیث ابو سعید
من برای شما افضل ترین جنت خبر بدهم. ان ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حبیب خدا میفرماید ان الله عز وجل یقول، پروردگار میگفته است لأهل الجنه، وقتی جنتی ها، وقتی همه ما و شما در جنت که در آمدیم، درهای جنت پوشیده شد، ما در داخل جنت که باقی ماندیم، بعدا پروردگار چی میگفته است؟ هل رضیتم؟ چی زیبا میگوید پروردگار، ای بندگان من، آیا از پروردگارتان راضی شده؟ هل رضیتم؟ از پروردگار راضی شده؟ اهل جنت وقتی این نعمتهای پروردگار که طی چند سال استفاده بردند، در راحت پروردگار که غطه زده بودند، تا این ساعتی که پروردگار به آنها ندا کرد ذره غم ندیده بودند، بنده ها چی گفتند؟ بنده ها به سوی پروردگار میگفتند و ما لنا لا نرضى یا ربنا وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقك. ببین ای پروردگار، سعادت ما در دست توست. ای پروردگار، تو ذات مهربان هستی، خیر در دست توست، بدی ها در دست توست. و ما لنا لا نرضى، ای پروردگار چگونه در این جایی که ما را جای کردی راضی نباشیم؟ چگونه راضی نباشیم؟ وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقك، آخه آنقدر چیزی که برای ما دادی، آنقدر شرایطی که برای ما مهیا کردی، برای احد از بندگانت ندادی. ای پروردگار ما از تو راضی هستیم، ما راضی هستیم، ما راضگی ما را اعلان میکنیم. پروردگار را در عبادت های این نیم کاله که در دنیا داشتیم اکثری او را در بی پروایی گذرانیدیم و امروز به این گونه نعمت های تو روبرو شدیم. پروردگار ما در نعمت ها راضی شدیم. ولی بین بنده ها میگفتند و ما لنا لا نرضى یا ربنا وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقك. ما کوری میشویم، ما ناسپاس میباشیم زمان در این نعمت های تو اگر ما شکر گزار نباشیم. پروردگار برای چی این سوال داد؟ ببینید در دوام حکمت چه میگوید و رضوان من الله اکبر. در این آیتی که من در آغاز جمعه خواندم، و رضاگی پروردگار بهتر است، ذالک هو الفوز العظیم، این از همه بالاتر است. پروردگار وقتی رضاگی بندگان خود که میشنود بعد چی میگفته است؟ در دوام میگفته است الا اعطیکم افضل من ذلک، ای بندگان من، از این نعمت هایی که شما روبرو شدید، از این راحتی که شما در جنت دیدید، از این دیدار بهتر شه برای شما دیهم، از این برای شما خوبتر شه برای شما دیهم. فیقولون ای شیء افضل من ذلک، پروردگار از اینها دیده دیگر افضلتر چیست؟ چی از افضلتر از این؟ با از این افضلتر هست؟ فیقول، پروردگار چی میگفته است؟ از این افضلتر چی بوده است؟ الله بیان میکند احل علیکم رضوانی، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا، متفق علیه. حلال گردانیدم برای شما ای بندگان من رضاگی خودم را، از همین ساعت ابدی دیگر بالای شما غضب نمیکنم، غضب من از بالای شما برداشتم، ابدی دیگر غضب من شما را هیچ وقت فرا نمیگیرد. از این ساعت دیده من از شما راضی هستم، فقط رضاگی من شامل حال شما می شود. ببینید پروردگار همین بیان کرد و رضوان من الله اکبر، راضگی من از همه بالاست. ببین رضاگی من از همه بالاست. اگر الله شود از بنده راضی، مولوی جنون میگوید اگر الله شود از بنده راضی، و او یار است استقبال ماضی.
اگر پروردگار از کدام بنده راضی شد دنیا و آخرتش آباد است. اگر خواجه شود از بنده راضی به او یار است استقبال و ماضی. شود ای بنده گر مولا با آزار همه در هر دو عالم از تو بیزار. اگر پروردگار رضاگیش نآمد غضبش بالای تو شد تو را در دنیا هم بد میبینند در آخرت هم. این آیت این گونه تحلیل مختصری دارد. حضرت معاذ ابن جبل میخواستم حدیثش برای شما بیان کنم، بعدا انشاءالله دعا میکردیم. حضرت معاذ شاید شما شنیده باشین ابن جبل است. حضرت معاذ که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق حضرت معاذ عجیب سخنی گفتند تا درای عزیز خیلی با اهمیت باشد. وقتی من نسبت صحابه های پیغمبر نام میگیرم شما باید که چقدر محبتتان نسبت صحابه های پیغمبر زیاد باشد، نه بس از کدامش نباشد، همگیش دوست داشتن شما فرض است. حضرت معاذ پیغمبر خدا در حدیث ها میگوید بیان میکند، حدیث ترمذی است: ارحم امتی بی امت ابو بکر و اشدهم فی امر الله عمر رضی الله عنه و اصدقهم حیاء عثمان رضی الله عنه و اقرأهم لکتاب الله ابی ابن کعب رضی الله عنه و اعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضی الله عنه. بین حبیب خدا چی میگوید؟ رحیمترین امت من، دلسوزترین امت من بر بالای امت من ابوبکر صدیق است. ابوبکر حبیب خدا وصفش میکند چی دلی نرم داشتن، چی دلی ملایم داشتن، چی غمخوار بودن، به همه بنده های خدا دل او میسوخت. رحیم بود، غمخوار بود. بین رحیم بودن او را پیغمبر خدا و گوش تمام بندگان خدا تا روز قیامت اعلان دارد که ای بنده های خدا در رحیمی و در مهربانی پیرو ابوبکر باشید. ارحم امتی به امت ابوبکر. ابوبکر با برادرای مسلمان خود رحیم بودند، دوستدار بودند. ولی امروز ببینین مؤمن های ما با مؤمن ها من دشمنند. خدا در قرآن سوره فتحنا میگوید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد رسول خداست. آن کسانی که همراه پیغمبر بودند مراد صحابه ها است. اونا سختگیر بالای دشمنهای خدا بودند لیکن بین خودشان مهربان بودند. امروز ببین مؤمن با مؤمن دشمن است لیکن مؤمن با کافر آشنا و رفیق است. عکس شده است. تا جایی که ما یکدیگر را دوست داریم، یکدیگر ما احترام کنیم، به قدر یکدیگر ما رسیم، یکدیگر ما لعنت نگوییم، یکدیگر ما دشنام نکنیم، یکدیگر ما تحقیر نکنیم، این سخنها ماندگی ما و شما برادرای مؤمن خدا، برادرایی که گوییم ایمانی به خدا دارن، ایمانی بر رسول دارن، برادرایی که در قوت ما و شما عبادت خدا میکنن، دشمنی اونها هستیم. ما اونها را بد میبینیم، ما نسبت اونها نفرت داریم. محمد اقبال لاهوری رحمت الله علیه میگفت شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خارند و زارند. گریه کردم و برای چی اینقدر مسلمان خار است، برای چی اینقدر مسلمان زار است، برای چی اینقدر مسلمان دلتنگ است، برای چی اینقدر مسلمان فرزندکاشان آواره کوچه به کوچه اند، بی صاحبم. برای چی؟ ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوب ندارند. اینا دل دارند لکن در دلشان نسبت یک برادر مسلمانشان مهر ندارند. اینا نسبت یک برادرشان گویم که رحم ندارند. پیغمبر خدا ابوبکر وصف بکند که ارحم امتی به امتی، رحیم ترین امتی من، غمخوارترین امتی من بالای امتی من ابوبکر است. برادر عزیز شما وظیفتون دانید و وظیفه شما این است که سنگ زدن فقط برای مشرک هاست، برای آدمای بیدین و بیدیانت است. برای برادرای مسلمان سنگ زدن نیست، تحقیر نیست، غیبت نیست، طعنه نیست، لعنت نیست. رسول الله گفتند لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. حبیب خدا گفتند مؤمن طعنه کننده نیست، مؤمن لعنت کننده نیست، مؤمن سخن درشت ندارد، سخن دل آزار کننده ندارد.
حبیب خدا ابوبکر بیان کردند ارحم امتی به امتی ابوبکر. دادر از ما برای چی اینجا ایستاد کردم؟ برای آنکه ما امروز یکدیگر ما را سنگ نزنیم، یکدیگر ما را غیبت نکنیم. دشمنای ما آن کسانی هستند که خدای ما را حقارت میکنند. دشمنای ما آن کسانی هست که حبیب خدا محمد را دشنام میکنند، سنتای او را اجرا نمیکنند. دشمنای ما امروز آن کسانی هستند که اونا حقارت به ابوبکر و عمر و عثمان دارند. اونا دشمنای ما هستند. اونا ذیب حقارت دارند، اونا ذیب تنقید دارند. به علم و عمل بهشت و رضوان مطلب. به علم و عمل بهشت و رضوان مطلب. به روزه و به نماز ایمان مطلب. خواهی که پل صراط آسان گذری آزار دل هیچ مسلمان مطلب. اگر خواهی پل صراط آسان گذری دل هیچ برادر مسلمان آزار نده. حبیب خدا گفتند من اذا مسلما فقط آذانی. کسی هم مسلمان آزار داد آزار من است و من آذانی فقط از الله. کسی مرا آزار داد آزار پروردگار است. زبان ما از آزار نگه داریم، زبان ما از حقارت نگه داریم. و ما برای حقارت نآمدیم که ما برای گویم دل یک برادر مسلمان چپه کردن و ویران کردن نآمدیم که. ارحم به امتی ابوبکر و اشدوهم فی امر الله عمر رضی الله عنه. حبیب خدا گفت در امر خدا سختترین انسان این عمر است. و اصدقهم حیاء عثمان. ببینید از همه پر حیاترین بنده های خدا حبیب خدا گفت حضرت عثمان از روی حیا هست. بسیار با حیا بودن، شرم داشتن، حیا داشتن. و از همه قرائت زیبا را در کتاب خدا ابی ابن کعب میکرده است. حبیب خدا گفتند و در دوام چی گفتند؟ از همه داناترین اصحاب من در علم حلال و حرام این معاذ ابن جبل است. معاذ ابن جبل است. این داناترین انسان در حلال و در حرام است. انشاءالله که من حدیثش طولانی است، حدیثی خیلی طولانی است. انشاءالله من خواستم این آغاز جمعه آینده ده برای شما از سخن حضرت معاذ جمعه را آغاز کنیم. اگر خدا به ما مهلت دهد، اگر خدا برای ما شرایط دهد، انشاءالله من جمعه آینده این صحبت میکنم. من این جمعه گفته بودم در اطراف حورهای جنتی صحبت میکنم تا که حورهای جنت با زنهای این دنیا مقایسه میکردم. کنی مثال میدیدیم معامله حورهای جنتی چگونه است، معامله این حورهایی که در دنیا داریم اینها چگونه است. ای خدا خواسته باشد اکنون صحبت ها مثال به هر حدیث و آیت های دیگر هم اگر رفته باشد از فایده خالی نیستند. همش داخل همین موضوع ما و شماست، همش فضیلت جنت است. انشاءالله من جمعه آینده در دوام صحبتم درباره حورهای جنتی هم برای شما صحبت میکنم و انشاءالله از پروردگارم خواهش و مسئلت این دارم که خداوند آن طبیعت و آن رفتاری که در حورهای جنتی برای بندگان خود خدا، برای مردها پروردگار آماده کرده است، همان خصلت و همان طبیعت و همان حرمت اونها را در این زنهای دنیایی خداوند نصیب و روزی گرداند. و انشاءالله الحال در حق بعضی برادرها اینجا ده از ما خواهش کردند که در حقشون دعا کنیم. اینجا یک برادر از قرغان تپه آمدن که با ما روبرو شدن و گفتن شما را در خواب دیدیم، ما را امر بریش کردین، ما ریش گذاشتیم و یک نظرم کردن. خدای مهربان این برادر ما را عمر دراز و تنی صحت و همیشه بیدار کننده سنت رسول صلی الله علیه و سلم گرداند. و اینجا یک بابای دیگه هم گفت در حق عائلم دعا کن که خود گذشتگی هست، خدا این مادر را رحمت و مغفرت کند. اینجا در بابای عبدالجبار هم فرزندش از ما خواهش کردن در حقشون دعا کنید، خداوند این بابای عبدالجبار هم رحمت و مغفرت کند. و یک برادر ما که منصبدار هست و یک مبلغ هم
برای یک آبادی داریم انشاءالله. تا حال من برای شما اعلان نکردم، خدا خواسته باشه یک نیت نیک داریم. کدام وقت ما را آواز کردن که شروع کنین، انشاءالله ما شروع میکنیم که به فایده فرزندای ما و شما می شود، برای آینده ما و شما می شود. انشاءالله من یک نیت نیکی دیگر دارم، خدا اگر برای ما قرار دهد، مهربانی کند که وای انجام دهم. پیش که الک یک مبلغ داده است که همون خشت اول همون از حساب ما شود گفته. خدای مهربان باز هم از این بالاتر منصبش بلند گردانه و باز توفیقش زیاده و زنهایی که دارد خدا در بین اینا الفت و یکدیگر فهمی را خدا همیشه برقرار و بردوام نگه دارد. فرزنداش توفیق، گذشتگانش خدا رحمت و مغفرت گرداند. خب برادر اکی عشق قوت هم اینجا حضور دارن که یکی از مخلصای همین مسجد ما و شما است که همیشه در رو بروی ما نشستگی و میبینم خیلی ذوق و شوق زیاد دارن و اینجا یک گویم یک نوار یک چیزی ساختن که میگوین که در همین پیشتاق محراب یا در همین داخل مسجد یک آنجا جای کنیم که با مهنت زحمت دست خودشان کردن. گفتن در حق من دعا کنید خدای مهربان این مهنت و زحمت خداوند قبول گرداند و این کلمه زیبایی که در اینجا به نام الله نویسانده شد خدا شامل این الله شامل رحمت خودش گردانش و همه آرزوهای اکی عشق قوت خدای مهربان برآورده کند. و خواهش داشتم که این برادر ما دیگر عشق قوت نه بلکه نامش عمر مانیم، زیرا عمر آدمی خیلی گویم جسور بودن، با غیرت بودن، خب و خیلی خدمت های در اسلام کردن. عشق قوتیش هم میگیریم انشاءالله برادر ما عمر تا که در روز قیامت با این نام زیبای عمر فریاد زده شود. خدا شما را همیشه در حفظ و امانش نگه دارد. خب برادر زبید مادرش بیمار است، اینجا یک مبلغی دادن و یک برادر خب چند آویزه آوردن گفتن در حقشان دعا کنید و چند خواهر اسلامی خب یکیش حادثه باشد در نزد مسجد گل شیناندند و در حق کسانی که در صندوق خیریه خیر احسان میکنند خدای مهربان شما را نگه دارد و در حق خدمت رسانهای مسجد برادر دولت و دیگرها دعا کنید خدا همه برادرایی که در این مسجد به نهایت زحمت ها و خدمت های زیاد میکنند خدای مهربان همگیش خدمت هاشون قبول گرداند. در حق برادر ما محمد سعید که برادرای عمر و رستم و دیگر برادرایی که دارن همش پایبند نماز، بچه معصوم رحمتی ضیاءالدین در پیوند زندگی میکنن، مادرشون هم بیمار است خدای مهربان آن مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. و در حق طالب علم ها گفتن دعا کنید خداوند همه طالب علم ها را هم ذهن ذکی و فهم کامل خدا نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. خدا همه شما را با تا جمعه آینده در حفظ امانش نگه دارد. ان شاء الله جمعه آینده هم در وصف جنت من برای شما از آیات های قرآن صحبت میکنم. اکنون چند جمعه که شود ان شاء الله این فایده جان ما و شماست. اینها باید ما پیشکی شناسایی داشته باشیم پیش از آنی که ما در این جنت وارد میشویم.